S-M-I-R-E every day. When you are down and out, don't need to frown and pout. Smiley players in the sun. S-M-I-R-E. پاپی پلی تایم چپتر 3. موضوعی که اخیراً ذهن مردم رو خیلی به خودش مشغول کرده. تریلر پاپی پلی تایم چپتر 3 حدود یه هفته پیش منتشر شد. همون بازی محبوب میگم که 2 سال پیش اینترنت رو منفجر کرد. همونی که هممون منتظر منتشر شدن چپتر 3 شیم. حالا قراره چه اتفاقاتی داخل بازی بیفته؟ چپتر 3 قراره چطوری باشه؟ در ادامه با من همراه باشید تا با هم چپتر 3 رو نقد و بررسی کنیم. That thing, Catnap. The prototype is his god. And this is what he does to heretics. What's happening down here is bigger than all of us. I need you. So we can get revenge on those monsters who've tortured you. Who've tortured us. We're coming! Just hold on! Prototype has to die. For this. For everything. سلام رفقا، من گوست 002 از کانال گوست دیزاین هستم و جا داره یه خوش آمد بگم به افرادی که جدید وارد کانال شدن. قبل از اینکه بریم سراغ نقد و بررسی، شما برین فالو کنید، لایک ویدیو رو بزنید و همینطور اون زنگوله گوگلی خوشگله رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. خیلی خوب رفقا، ما اولای تریلر عروسکایی که شکست دادیم رو میبینیم که خیلی کوچیک‌تر از اندازه واقعی خودشون هستن. برای مثال ما میتونیم اون گوشه‌ها مامی لانگ لگز رو ببینیم که در واقع سایزی که داخل تریلر میبینیم خیلی کوچیک‌تر و گوگلی و خوشگل کوچولوتر از اون چیزی بود که داخل بازیش بود. داخل بازیش جرأت داری زر بزن مادر جنده. بعد تصویر میره روی ماسک و اون لحظه بعد از تموم شدن زرزرای رئیس شرکت ما میتونیم صدای جیغ بچه‌ها رو بشنویم که خیلی ها معتقدن این صدا مال وقتیه که داشتن روی طفل مظلومای بیچاره آزمایش انجام میدادن و حسابی شکنجهشون میکردن. Never without a hand to hold when they see a monster in their closet. May play care bring joy, inspiration, and smiles to every child who enters these doors. حالا نوبت به تریلر دوم از چپتر 3 میرسه که منتشر کردن. ما داخل این تریلر چند تا نوشته روی دیوار میبینیم که نامفهوم هستن و کنار اونا خون پاشیده شده. بعد عکس یه دختر رو روی دیوار میبینیم که به نظر میاد مرده. خیلی معتقدن که این عکس مربوط به دختر الیود لودویک بوده و دختر الیود لودویک هم در واقع تو بازی مرده. البته خیلی ها به این معتقدن. یه عده دیگه هم میگن نه، دختر الیود لودویک جزو عروسک‌ها بوده و تبدیل به پاپی شده. یه عده هم میان میزنن تو دهن اینا و میگن پاپی عروسک بوده که همراه با آزمایش‌ها جهش پیدا کرده و تبدیل به همین پاپی شده که الان میبینید. توی صحنه بعد ما کله هاگی بیچاره رو میبینیم که یه جوری به سیخ کشیده شده که مامان و باباش هم نشناسنش. به نظر میاد هاگی جزو افرادی بوده که به فرمان پروتوتایپ گوش نداده و به خاطر همین مجازات شده. البته ما روی دیوار کنار عکس اون دختر بچه میتونیم عکس یه پسر بچه هم ببینیم که این نشون دهنده اینه که اون عکسایی که زدن به دیوار در واقع میتونن عکسای بچه‌های گم شده باشن. کسی چه میدونه، شاید واقعا همینطوری باشه. داخل تریلر 3 از چپتر 3 ما اولین چیزی که میبینیم یه تلویزیونه که انگار داره یه تیتراژ از یه انیمیشن کیوت خیلی بانمک رو به ما نشون میده و همونجا ما متوجه میشیم که یه سری هیولای جدید داریم و آخر تیتراژ ما هیولای کتنپ رو داخل تلویزیون میبینیم و به دلایلی با یه خطای غیر عادی مواجه میشیم و نمیتونیم بقیه تیتراژ رو ببینیم.
و بعد صدای الیوت لودریک رو میشنویم که داره به ما یه سری هشدارهایی رو میده و بعد یه نوشته سفید میبینیم که میگه آیا این خبر رو شنیدی؟ به صفحه میره روی یه خونه که به احتمال زیاد مال کدنپ بوده. بعد صدای پاپی رو میشنویم که میگه find the flower، گل رو پیدا کن، و این جمله رو دقیقاً 2 بار تکرار میکنه. یعنی ما مثل همیشه باید دنبال یه گل خشخاش قرمز رنگ بگردیم، دقیقاً مثل پایان چپتر 1 و شروع چپتر 2. بعد ما یه صحنه از کل عروسک‌های داخل تیتراژ رو میبینیم و کدنپ رو وسط عروسک‌های دهن‌گشاد میبینیم. به نظر میاد که داخل انیمیشن‌های پاپی پلی تایم کدنپ نقش اصلی رو داره و انگار داخل بازی هم قراره همینطور باشه و همه چی به کدنپ بستگی داشته باشه. بعد ما توی این نوشته سفید میبینیم که نوشته اون بچه‌ها رنج کشیدن، که منظورش همون بچه‌های گم شده بوده که داخل تریلر 2 صدای جیغ و دادشون رو میشنویم و تصمیم گرفتیم که همون بچه‌هایی هستن که روشون عمل و آزمایش انجام میدادن و تبدیل به عروسک‌هایی مثل هاگی و مامی و اینجور چرت و پرتا شدن. خیلی خب بچه ها، ویدیو باشه تا همینجا. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. میدونم که کل چرت و پرتایی که باید میگفتم و نگفتم دیگه خودتون ببخشید. آخه حس میکنم زیادی زر زدم. چپتر 3 اومده و منتشر شده، البته فعلا برای PC منتشر شده و از اونجایی که ما PC درست حسابی دم دست نداریم باید منتظر بمونیم که این نسخه ها برای اندروید منتشر بشه. دیگه خودتون ببخشید، شرمنده شدیم. لایک کنین، کامنت بذارین که به ما انرژی بدین. حتما کانال یا چنل یوتیوب، چنل آپارات یا حتی ایتامون رو دنبال کنید. خوشحال میشم داخل چنل ببینمتون. خداحافظ. Play Care, our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place to belong. The kids used to live here. Now look at it. Every shadow and every flickering light is a hiding spot. And when you're at your most vulnerable, he'll kill you. Playcare is his church, his hunting ground, whatever he wants it to be. I want to know what happened and why. This is your answer. All that awaits you are incomprehensible horrors. Smiling mouths full of teeth and meat and plastic. This world is theirs now.